سلام عزیزان، وقتتون بخیر. در این ویدیو میپردازیم به اینکه رفتارهای ما از چه چیزی منشأ میگیره. همونجور که میدونیم ماده وراثتی و ژنی ما شاکله ما رو تشکیل میده و ما و کودکان در واقع بسیاری از رفتارها رو بر اساس ماده وراثتی و ژن انجام میدیم که از نسل‌های قبلی پدر مادر بزرگ پدر بزرگ‌ها به ما منتقل شده. در کنار اینها در واقع انسان‌ها بر اساس این ماده وراثتی و ژنی خودشون رفتار میکنن و بر اساس اونچه که در محیط خانواده و محیط اجتماعی به دست میارن مجموعه اینها در واقع شخصیت فرد رو شکل میده. گاهی میبینیم در خانواده فردی رفتارهایی داره که بقیه اعضای خانواده ندارن و در واقع همه متوجه میشن که این رفتار شبیه یکی از اون نسل‌های قبلی پدر مادر یا پدر بزرگ مادر بزرگ یا سایر بستگان بوده که در واقع به اینها به ارث رسیده. این رفتارها چنانچه باعث آرامش و شادی آدم‌ها بشه هیچ مشکل خاصی نیست، اما مشکل از زمانی شروع میشه که این رفتارها در واقع رفتارها و باورهای ناخودآگاهانه مأیوس کننده در زندگی هستند. اهمیتش از اونجا در واقع بیشتر میشه که گاهی ما این رفتارهای خودمون رو که به ارث رسیده است رو اجرا میکنیم بدون آگاهی میتونیم به فرزندانمون منتقل کنیم و این فرزندان با الگو برداری از ما در واقع میشن یه چیز شبیه به خودمون که سرشار از رفتارهای ناخودآگاه ناپسند و آزاردهنده است. اینجای قضیه مشکل پیدا میکنیم که ببینیم آیا مشکلی که در واقع وجود داره یا رفتار ناخودآگاهی که در ما وجود داره واقعیت تلخی هست در زندگی که باید بهش بپردازیم و مشکلاتش رو حل کنیم، یا اینکه نه، یک رفتار ناخودآگاه عادتگونه وراثتیه که از یک نسل دیگه به ما منتقل شده. ما در واقع با پرداختن و حلاجی کردن این مسائل میتونیم این رو پیدا کنیم. تا زمانی که این رفتارها خوبن، باعث شادی و آرامش انسان ها میشن، مشکل خاصی نیست. اما مشکل از اونجا شروع میشه که این رفتارها رفتارهای ناامید کننده و مایوس کننده هستن و باعث اختلال در زندگی میشن، مثل افسردگی، مثل رفتارهای وسواسگونه، مثل آدمایی که سهلنگارن، مثل آدمایی که پیگیر مسائلشون نیستن و به راحتی سایر اعضای خانواده میتونن کشف کنن که این رفتار شبیه به رفتار یک فرد دیگری در نسل گذشته پدر بزرگ مادر یا پدر هستن. بنابراین بسیار اهمیت داره که ما ببینیم آیا اگر مشکلی در زندگی ما هست این مشکل وجود خارجی داره یا اینکه صرفا ما داریم جا میذاریم رو جاپای سایر افراد و در واقع ماده وراثتی اونها داره این مسائل بر ما ایجاد میکنه. اهمیتش در پرورش کودکان بسیار بسیار مهمه، چرا اینکه اگر چنانچه ما باورهای نادرستی رو که ما به ارث رسیده در زندگی خودمون اجرا کنیم، پیگیری کنیم و گذشته رو رها نکنیم و به واقعیت موجود نپردازیم، همون رو راحت میتونیم به سایر نسل ها هم منتقل کنیم و میدونیم که انسان ها با کسب مهارت ها و در واقع شعور، آگاهی و دانش این عوامل در ماده ژنی اونها تغییرات ایجاد میکنه و به نسل بعد منتقل میشه. به همین خاطر هست که معمولا هر نسلی از نسل‌های قبلی باهوش‌تره و ذکاوت بیشتری داره، چرا که اون مهارت‌ها به نوعی از طریق ماده ژنی به اونها به ارث میرسه. بنابراین بسیار مهمه هم خودمون یاد بگیریم هم به فرزندانمون یاد بدیم که اگر باور مخربی وجود داره اون باور رو ببینیم آیا وجود خارجی داره یا اینکه نه صرفاً ماده وراثتی است که در ناخودآگاه ما داره اعمال نظر و تأثیر میذاره و ما با پرداختن به اون و کنار گذاشتن و با کسب آگاهی و دانش سعی کنیم اون رفتارها رو برطرف کنیم. همینها رو اگر بتونیم به فرزندانمون هم یاد بدیم کمک بسیار موثری به اونها خواهیم کرد. گاهی وقتا این باورهای نادرست
انتخاب هایی رو در زندگی برای ما به وجود میارن که اون انتخاب ها جبران ناپذیر خواهند بود. اگر چنانچه عزیز دارید که مشغول مراقبت از کودکانشون هستن، اطلاعات این ویدیو رو با اونها هم به اشتراک بگذارید. شاد و سلامت باشید.